تاریخو که نگه نمیدارن، عرابه که وای نمیشه، اسبو که نمیخوابونن. گو 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 get play. تیکه بود از آواز این نمایش عظیم هیجان انگیز. دیگه نمیخوام تو فیلم باشم. بسه، قطعم کن. کات. شطور احمده. خب مرغ یا شطور آخه اون نفهم. بعضی جاش مرغه، بعضی جاش شطوره. نکنید شطور مرغی تو اصلا. والا ممکنه شطور مرغ هم باشه. آقا پس اولا برنامه نخواهی شروع باشه، شطور آقاب شد. آقا شطور مرغ شد. شما من خواهش میکنم بفهمید متنتون رو بخونید. خطاب خطاب بریم ما با هم دیگه بخونیم برنامه رو. بعد فیتیم تو دوربین. آو! آقا مواظب باشین جای باریک ندید. با هم دیگه میخونیم ما این برنامه رو. اولا من قبل از اینکه متن رو بخونیم میخوام از کلیه کسانی که خوبه میخوام از در این برنامه ما همکاری کردن تشکر بکنم. رئیسون ما از همه درا که خود ما چما از یه آقای ما اینجا خطاب چه میکنه شما ما کجا من میکنیم ما اینجا. اولا ما خواهیم با متن فارسی سلیس بخونیم، میخوایم با لهجه سلیس اسلامی بخونیم، میشه بخوای ترکی بخونیم. نخون دیگه بابا کشتیم. اوکی به اینا ببرین قسمت بگیم دیگه. اوکی من شروع میکنم، هر چی که قطع کردم تو برو تا آخر جمله. اوکی سلام. شترمرغ حرف دل تک تک ما ایرانیای مهاجری است که پس از سالها اقامت در این ینگ دنیا و داد و ستد فرهنگی با کشوری که در اون اقامت گزیده ایم ما رو به صورتی درآورده که نه اون ایرانی هستیم و نه این آمریکایی. چطور شد؟ ما نه ایرانی هستیم و نه آمریکایی. بله بفرمایید. مثل کادویی که نصف کاغذ دورش یه شکل و شمایل داره و نصف دیگهش یه شکل دیگه. خلاصه اگه نمیخوایم خلاصه کلامی که ما رو نه اون فرهنگ به رسمیت میشناسه چی بود؟ نه اون و نه اون فرهنگ داخل آدم میده. و خلاصه اگه میخوایم رنگ نامری بودنمون رو پاک بکنیم باید خودمون آستینا رو بالا بزنیم و روبان افتتاحیه رو خوب بقیهش نمیدن. این یه خط درمیون بنویس که بیا بابا تو بخون از زمان نمیخوام. روبان افتتاحیه رو خودمون ببریم و بدوزیم و قیچی کنیم. در این بازی همه بازی هم. چه مادر بزرگ و پدر بزرگی که تتمه زندگیشونو ایرانی بودن و چه پدر مادرایی که با توجه به میانگین عمر کردن آمریکایی ها نصف عمرشون رو زغال‌لخته خوردن و دهنم آب افتاد. عجب این زغال‌لخته چیز توش خوشمزه ایه. و نصف دیگه شونو کیوی نوش جان خواهند کرد. خب تو چیز دیگه نگفتی. و چون ایرانی هایی که بین سالهای بین 75 و 78 برای تحصیل کردن اینجا آمدن و دیگه موندگار شدن و از تمام بازیکنان دیگه بلا تکلیف تر هستن و بالاخره چه اونایی که یا اصلا اینجا به دنیا آمدن یا موقع مهاجرت موقع کوچیک بودن که حالا یه گاتیو رو گاچا تلفظ میکنن. گاچا. فکر کنم فیلم رو میدونم.
اجازه بدید. خطو 100 دفعه گفتم پسر 2 تا دونه فیلم. نه آقا داره بخون. بخون. اینقدر چیپ نباش. آقا تون بخونی ممکنه فیلم تموم شه. آجان سریال کوتاه و شترمرغ هدفش صرفاً همفکری و تبادل رابطه ما ایرانی‌ها به عنوان یک گروه اقلیت توانا فهمیده و تحقیر کرده است. من نادر میرزیمی و من فرزاد ابوالفتحی سعی و کوششمون در روشن کردن چراغ‌های رابطه هستند که شاید 16 سال پیش کمسو شدن و همه میدونیم که این کمسوی چراغ‌های رابطه واسه نفت نیست، هنوز یک عالمه نفت. چه دیدی؟ شاید این فاصله به خاطر این باشه که ما همدیگر رو هنوز باعث و بانیه. نه بعد اینجوری بخونیم اکیومی. شاید این فاصله به خاطر این باشه که ما همدیگر رو هنوز باعث و بانی اینجا موندن میدونیم و شاید هم از همین که به خاطر عوض شدنمون خجالت میکشیم و میترسیم دردمون رو به قضاوت بگذارن. What the hell you talking about؟ خب دیگه حالا تو بخون. نه دوره دیگه. نه ببین و شاید هم از همدیگه به خاطر عوض شدن خجالت میکشیم. میتونم بگم؟ این من از تو خجالت میکشم، تو از من خجالت میکشی. یعنی عوض شدیم. نه دیگه آره دیگه ما عوض شدیم الان. ما دیگه ایرونی دیگه نیستیم. نه منظور تو ایرونی بودنه. فهمیدی؟ یعنی مثلا من الان دیگه عادت آمریکایی دارم که خجالت میکشم بگم من عادت آمریکایی دارم. اوکی؟ گاتچا. نه تو نفهمیدی من چی میگم. خب بس از اول بخونیش و اینجا. و شاید هم کات نه شاید نه تکیرات بذار روی این هم از هم دیگه. و شاید هم از هم دیگه به خاطر عوض شدنمون خجالت میکشیم و میترسیم در موردمون بد قضاوت کنیم. در حال هر چی باشه ارزش این جدایی رو نداره نداره. فکر میکنم موقع اون رسیده باشه که حرف دلمون رو بزنیم